او دیوانه بدین، دین و مذهب از یاد بردی ها؟ از پیش روی نمازخوان کسی تیر نمیشه. همه قوم در یادتون نیست؟ میبخشین مولا صاحب، در هنگام کردن کار نیک و ثواب دست راست باید از چپ خبر نشود. شما عبادت به نمایش میکنین و یا به الله تان؟ او دیوانه، چشمایتو باز کو وگرنه در دوزخ میسوزی. هیچ حیثیت نداره محبت تو پیش عبادت الله. همین محبت بنیاد عبادت است. محبت زیاد تبدیل به عشق می شود و وقتی که عشق به انتهای خود می رسد باز عبادت می شود. عبادت شما خو فقط به نام است. چی گفتی؟ من عبادت یاد ندارم؟ قار نشوین مولا صاحب. وقت در عشق لیلا اینقدر هم هوش در سرم نبود که کسی اینجا نماز می خواند. پس شما در عبادت خالق لیلا از کجا کردین هوش را که کسی از روی شما گذشت؟ عبادت درست و کامل بسیار است مشکل. سر به سجده و به دل فکر دنیا اگر این عبادت است، اما محبت ما از این پس بهتر است.